همه ما باید میلیونر باشیم. تفکر خود را تغییر دهید، پس انداز کنید و استقلال خود را به دست آورید. نویسنده ریچل راجرز. خلاصه کتاب همه ما باید میلیونر باشیم که در سال 2021 منتشر شده نشان می‌دهد که چگونه زنان می‌توانند سندروم ایمپاستر یا نشانگان خود ویرانگری را کنار بگذارند. همچنین با درخواست دریافت حقوق و دستمزد واقعی که ارزش و شایستگی آن را دارند به موفقیت مالی دست یابند. در این کتاب خواهید دید که چگونه توانایی کسب، پسنداز و مدیریت پول از زنان سلب شده و چرا این مسئله برای تمام جهان بد و زیانبار است. پس اگر شما هم از جمله زنانی به شمار می روید که به دنبال توانمندسازی خود و کسب ثروت هستند، قصد تأسیس شرکت و کسب و کار خود را دارید، از زنانی هستید که بیش از حد کار کرده و دستمزد کمتری دریافت کردند، پیشنهاد می‌کنیم به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده ریچل راجرز بنیانگذار مؤسسه هلو 7 است. این مؤسسه کسب و کاری زنانه است که در آموزش‌های مالی، تجاری، بازاریابی و حقوقی تخصص دارد. او کار خود را در حرفه کارشناس حقوقی آغاز کرد و برای قضات ایالتی و فدرال، سازمان‌های غیرانتفاعی و افراد سرشناسی مانند هیلاری کلینتون کار کرده است. او همچنین در نشریاتی مانند تایم، فوربس، اینترپرنر، فست کمپانی و واشنگتن پست حضور داشته است. میکروی شماره 1. یاد بگیرید که به عنوان یک زن ذهنیت ثروت ساز داشته باشید. آماری تکان دهنده نشان می دهد که تنها 10% از میلیونرهای جهان زن هستند. پول به طور کلی به معنای قدرت در جامعه است، چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. با چنین نابرابری زنان کمتر قادر به اعمال نفوذی و اثرگذاری هستند که میتواند به برابری واقعی منجر شود. اما چرا چنین شکافی بین زنان و مردان وجود دارد؟ حقیقت این است که زنان معمولاً وقتی صحبت از امور مالی به میان میآید، احساس خود تخریبی می کنند و خود را فریب می دهند. دلایلی واقعی و ساختاری مشخصی برای این امر وجود دارد که نتیجه قرنها ناتوانی و مردسالاری است. در این خلاصه کتاب یاد می‌گیرید که چگونه این سندروم خود تخریبی و خودفریبی را کنار بگذارید و آنچه را که شایسته آن هستید و به خودتان بدهکارید را بخواهید. زیرا تبدیل شدن به یک زن ثروتمند فقط برای شما خوب نیست، بلکه برای بقیه هم مفید است. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده می شود. چرا زنان به خود می گویند که رابطه خوبی با پول ندارند؟ مرزها و حدودی که برای موفقیت شما حیاتی هستند چیست؟ چگونه زنان برای زمان و کار خود هزینه و دستمزد کمتری دریافت می کنند؟ میکروی شماره 2. زنان اغلب برای خود داستان‌هایی تعریف می‌کنند که مانع از ثروتمند شدن آنها می‌شود. آیا فقط صحبت در مورد وضعیت مالیتان شما را پر از ترس می‌کند؟ بسیاری از زنان به وضوح تنها با فکر کردن به این موضوع دچار خشم می‌شوند. حتی تصور امنیت مالی، چه برسد به ثروتمند شدن، میتواند رویایی غیر ممکن به نظر برسد، چیزی که برای افراد دیگر عادی است. زنان اغلب چنین احساسی دارند، زیرا به گفته‌ها و روایت‌های مخربی که در جامعه رواج دارد و نفوذ کرده است پرداختند و به آنها توجه می‌کنند.
این روایت ها آنها را از این باور باز می دارد که قادر به کسب درآمد و مدیریت امور مالی خود هستند. یکی از متداول ترین داستان هایی که زنان برای خود تعریف می کنند این است که برای به دست آوردن پول زیاد باید واقعاً سخت کار کنند. اگر این کار را انجام می دهید، شاید به این دلیل است که والدینتان را تماشا کرده اید که برای ساعتهای طولانی و به صورت اضافه کاری مشغول کار هستند و در عین حال هنوز برای گذراندن زندگی خود در تلاش و سختی هستند. شاید همانطور که آنها خودشان را با کار سخت، خسته و بیمار می کردند، شما احساس غفلت کردید و تصمیم گرفتید که برخلاف آنها ترجیح بدهید برای خانواده و دوستانتان وقت بیشتری داشته باشید. خوشبختانه برای شما اگر می‌خواهید ثروتمند شوید و ثروت بیافرینید، کار تا حد مرگ ضروری نیست. در واقع افراد بسیار ثروتمند به جای آن اجازه می‌دهند پولشان برای آنها کار کند. چگونه؟ آنها در بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخص و املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند. سپس کنار می‌نشینند و در حالی که خواب هستند درآمد کسب می‌کنند. شما هم می‌توانید دقیقاً همین کار را انجام دهید. داستان خطرناک دیگری که زنان برای خود تعریف می‌کنند این است که آنها با مسائل مربوط به پول رابطه خوبی ندارند. حقیقت این است که هیچ کس با شم مالی و پولی خوب به دنیا نمی آید. این مهارتی است که آموخته می شود. شما باید از روایت‌های اجتماعی که به شما می‌گویند در اداره یک کسب و کار، سرمایه گذاری و مدیریت پول خود ناامید خواهید شد، دست بردارید. به هر حال مطالعات بیشماری وجود دارد که دقیقاً خلاف آن را ثابت می‌کند. یکی از این موارد که توسط شرکت سرمایه‌گذاری فیدلیتی در سال 2017 انجام شد، نشان داد که سرمایه‌گذاران زن برای بیش از یک دهه از مردان بهتر عمل کردند. بنابراین به جای اینکه به خودتان بگویید که از نظر مسائل مربوط به پول خوب نیستید، به مسائل مالی فکر کنید. به احتمال زیاد شما خوب خواهید بود. آخرین افسانه مخرب این است که شما به پول نیاز ندارید. اعتقاد به این امر مانند انکار است. زیرا جوامع سرمایه‌داری برای چیزهایی مانند غذا، سرپناه و پوشاک به پول نیاز دارند و چه به خودی خود آرزوی پول داشته باشید یا نه، احتمالاً دوست دارید زمان بیشتری را با خانواده و دوستان خود بگذرانید و کارهایی که می‌خواهید انجام دهید. این نیز نیاز به پول دارد. اکنون که این موانع را شناسایی کردید، یاد بگیرید که با توجه دقیق به افکار خود آنها را از بین ببرید. هر بار که یکی از این روایت‌ها به ذهن شما خطور می‌کند، توجه کنید. وقتی این اتفاق افتاد، آن را با چیز مفیدتری جایگزین کنید. مثلا دفعه بعد که با خود فکر کردید من با پول و مسائل مالی رابطه خوبی ندارم، حتما این موضوع را با خود تکرار کنید. من کاملا توانا هستم و قابلیتش را دارم که باهوشترین سرمایه گذار دنیا شوم. میکروی شماره 3. زنان قرن هاست که تحت ستم قرار گرفتند. پس با خود مهربان باشید. ممکن است فکر کنید که ثروتمند شدن دور از دسترس شماست، زیرا از نظر تاریخی چنین بوده است. همانطور که نویسنده اشاره می کند، برای هزاران سال مردان سفیدپوست قدرتمند در مورد مسائل مالی و مربوط به پول اساساً زنان را به تماشاچی و موجودی منفعل تبدیل می کردند و همینطور در خیلی موضوعات دیگر، تا اینکه در سال 1963 قانون دستمزد برابر که دستمزد برابر برای کار مساوی را الزامی می کرد، در ایالات متحده تصویب شد. هنوز هم امروزه به طور متوسط زنان لاتین و بومیان آمریکا به ازای هر دلاری که یک مرد سفید پوست با انجام کار مشابه به دست می آورد، فقط 54 و 57 سنت درآمد دارند. در همین حال زنان سیاه پوست تنها 62 سنت درآمد دارند، در حالی که زنان سفید پوست
79 سنت درآمد کسب می کنند. دهه 1960 بود که برای زنان عادی شد که بدون دخالت شوهر، پدر یا برادر حساب بانکی داشته باشند. حتی در آن زمان هم زنان مجاز به دریافت کارت اعتباری بدون ارسال کننده مرد نبودند. تنها در سال 1974 بود که قانون فرصت‌های اعتباری برابر تصویب شد و تبعیض وام دادن بر اساس جنسیت ممنوع شد. همه چیز برابر نبوده و هنوز هم نیست. حقیقت سخت این است که زنان تنها 50 و چند سال است که از فرصت انجام کارهایی برخوردار بودند که مردان آن را بدیهی می‌دانند. بدون دسترسی به حسابهای بانکی، اعتبار، وام‌ها و وام‌های مسکن، آنها نمی‌توانند ثروت نسلی را مانند مردان سفیدپوست قدرتمند بسازند. تا همین اواخر آنها از تمام ابزارهایی که به مردان اجازه می‌دهد درآمد و پسنداز خود را به حد اکثر برسانند محروم بودند. این امر علاوه بر اثرات مادی تأثیر روانی نیز داشته است. آن افکار خودباخته‌ای که در مورد خوب نبودن در امور مالی و مربوط به پول را در ذهن دارید به خاطر می‌آورید. این به شما می‌گوید که شما یک فرد ولخرج هستید که هرگز نمی‌دانید بازار سهام چگونه کار می‌کند یا نمی‌دانید چگونه بودجه حرفه‌ای ایجاد کنید. آنها نتیجه هزاران ناتوانی و شرطی سازی هستند که در طی آن مردان سفید پوست کسب، پسنداز و مدیریت پول را برای زنان غیر ممکن کردند. ممکن است همه اینها افسرده کننده یا بدتر از آن بی انگیزه کننده به نظر بیاید. این قابل درک است، اما اگر احساس ناتوانی کردید خیلی به خودتان سخت نگیرید. در حالی که مردان برای هزاران سال قدرت جمع‌آوری ثروت را داشتند، زنان تنها نیم قرن یا کمی بیشتر فرصت داشتند تا به ثروت خود برسند. اما در این مدت زمان کوتاه، زنان میلیونر، میلیاردر و نامزد ریاست جمهوری شدند. با در ذهن داشتن این فکر شاد، در مسیر ثروتمند شدن و رهایی خود شروع به حرکت کنید. میکروی شماره 4. برای ثروتمند شدن باید اهداف و زمان خود را اولویت بندی کنید. 2 زن متفاوت را تصور کنید. یکی از آنها شغلی عالی، همسری دوست داشتنی، بچه‌ها و خانه خوبی دارد. اما او همیشه ناراحت و بی‌حوصله است. دیگری نیز شغل، شریک زندگی، فرزندان و خانه عالی دارد و ثروتمند است. در واقع خیلی ثروتمند است. چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال بیایید نگاهی دقیق‌تر به نحوه زندگی آنها بیاندازیم. اولین زن، زنی که همیشه حال خوبی ندارد، از شریک زندگی خود خواسته‌های کمی دارد. او بچه‌ها را به مدرسه و هر جای دیگر میبرد. صبح‌ها سگ را به پیاده روی میبرد و هر شب یک غذای فوق‌العاده برای خانواده میپزد. او اغلب تا دیر وقت بیدار میماند و به فرزندانش در انجام تکالیف کمک میکند. از آنجایی که او بخش عمده‌ای از کارهای خانه و تربیت را انجام میدهد، زمان زیادی برای دنبال کردن اهداف مالی خود یا فکر کردن به سرمایه‌گذاری یا املاک ندارد و کار کردن را فراموش کرده است. او خیلی خسته است. در محل کار او می‌ترسد که از رئیسش افزایش حقوقی را که شایسته اوست بخواهد. بنابراین او به رئیسش اجازه می‌دهد بدون اینکه در ازای آن چیزی دریافت کند، کار بیشتر و بیشتری به او بدهد. او یک زن باهوش و با استعداد است که وقت خود را صرف کمک به دیگران برای دنبال کردن رویاهایشان می‌کند. او به روش‌های مختلف به شریک زندگی خود، فرزندان و دوستان کمک می‌کند تا به آنچه می‌خواهند برسند و هرگز از فکر کردن به آنچه می‌خواهد باز نمی‌مانند. زن دوم که ثروتمند است، وظایف خود را به طور مساوی با شریک زندگی خود تقسیم می‌کند. هر دو بچه‌هایشان را برای بازی بیرون می‌برند.
به نوبت همراه با سگشان قدم میزنند و به مقدار مساوی غذا میپزند. او مطمئن میشود که فرزندانش وظایف خود را انجام میدهند و به زمانی که برای کار و استراحت نیاز دارد احترام میگذارند. او شخص دیگری را برای شستن لباسها استخدام میکند. در واقع او بسیار برون سپاری میکند. این بدان معناست که او زمان دارد تا از طریق پروژه‌ای که دوست دارد پول بیشتری به دست آورد. در محل کار او می‌داند که چه کار بزرگی انجام می‌دهد و برای افزایش حقوق و ارتقاء شغلی مذاکره می‌کند. او مرزهای مشخصی را تعیین می‌کند و هرگز اجازه نمی‌دهد رئیسش بیشتر از آنچه برای انجام دادن آن دستمزد می‌گیرد به او کار محول کند. او به جای رقابت برای تبدیل شدن به یک مادر استثنایی و فوق‌العاده و خسته کردن خود، زمانی را فقط به خودش اختصاص می دهد. این مزیت اضافه‌ای دارد که به فرزندان و عزیزانش آموزش می دهد که چگونه خودکفا و مستقل باشند، چیزی که بعداً به خاطرش از او تشکر خواهند کرد. تنها زمانی که زنان فضایی را به این شکل برای خود ایجاد کنند، می توانند به پتانسیل کامل خود دست یابند و شروع به جمع‌آوری ثروت واقعی کنند. میکروی شماره 5. مرزهای خود را در محل کار به وضوح بیان کنید. همانطور که در قسمت قبل دیدیم، زنان اغلب بخش عمده کار خانگی را بر عهده می‌گیرند. آنها خود را به زمین و زمان می‌زنند و کارهای مختلف شریک زندگی، فرزندان، عزیزان و دوستان خود را به عهده می‌گیرند. سپس در پایان روز آنها زمانی برای دنبال کردن رویاها و اهداف خود ندارند. این فقط در خانه هم اتفاق نمی‌افتد. در محل کار اغلب تصور می شود که زنان کسانی هستند که همه حمایت عاطفی را ارائه می کنند. وقت آزاد خود را رها می کنند و جشنهایی را برای تولدهای اداری و مناسبت‌های خاص ترتیب می دهند. این یک معامله غیر منصفانه است. برای محافظت از خودتان در برابر این شرایط باید مرزهای مشخصی را تعیین کنید. بیایید بگوییم که شما به تازگی کار خود را تمام کرده اید و رئیس شما به دفترتان وارد می شود. او ناامید است و در مورد روزهای سخت خود مطالبی را بیان می کند و از شما انتظار دارد که به آن گوش دهید. اگر شما در جای دیگری قرار داشته باشید یا فرض کنید بعد از یک روز کاری سخت در خانه و در حال خواندن کتاب هستید، ناگهان ایمیلی از همکارتان دریافت می کنید که از شما می خواهد گزارش او را تا فردا صبح بررسی کنید. به جای اینکه اجازه دهید این افراد وقت شما را مصرف کنند، باید مرزهای خود را به وضوح مشخص کنید و آنها را اجرا کنید. به عنوان مثال به سادگی به رئیس خود بگویید که باید جایی باشید و برای همکارتان روشن کنید که خارج از ساعات کاری به ایمیل ها پاسخ نمی دهید. در مورد این مرزها قاطع باشید، زیرا یک مرز محافظت نشده و اجرا نشده بدتر از عدم وجود مرز است. این تایید می کند که شما می توانید این حدود را جابجا کنید. اگر بعد از ساعت 11 شب شروع به پاسخ دادن به ایمیل ها بکنید، اینکه بگویید بعد از کار به ایمیلی پاسخ نمی دهید هیچ فایده‌ای ندارد. حقیقت این است که بسیاری از زنان برای اعمال حدود و مرزها مشکل دارند. برای انجام این کار باید از خوب بودن دست بردارید. از آنجایی که زنان اجتماعی اغلب تلاش می کنند تا سازگار و مفید باشند، این می تواند برایشان سخت باشد. اما خوب بودن کار شما نیست و غیر ممکن است که به قدرت اقتصادی تبدیل شوید و همزمان همه را راضی کنید. در واقع تحقیقات دانشگاه نوتردام، دانشگاه کرنل و دانشگاه غربی آنتاریو نشان داد که زنانی که موافق و کنترل پذیر هستند، درآمد کمتری نسبت به زنانی که اینطور نیستند دارند. بنابراین اگر با تعیین خطوط قرمز خود باعث ناراحتی برخی از افراد شدید، ناراحت نشوید. این مسائل قرار است اتفاق بیفتد. این بدان معناست که شما زمان، رفاه
و اهداف مالی خود را در اولویت قرار داده اید. میکروی شماره 6. برای موفقیت مالی باید شبکه‌ای از زنان موفق و همفکر بسازید. تصور کنید که در حال صعود به قله اورست هستید. شما طی 1 سال کامل آموزش کوهنوردی آماده شدید و یاد گرفتید که چگونه با هر شرایط اضطراری که ممکن است در هنگام کوهنوردی با آن مواجه شوید مقابله کنید. حالا از خود بپرسید آیا این کار را به تنهایی انجام می دهم؟ البته که شما این کار را نمی کنید. صعود به اورست آنقدر خطرناک است که باید به عنوان عضوی از یک گروه با یک راهنمای شرپای با تجربه بالا بروید. شرپاها یک گروه قومی بومی مناطق کوهستانی نپال هستند و به دلیل مهارت کوهنوردی و درک عمیق خود از منطقه مشهور هستند. همانطور که برای صعود به اورست به کوهنوردان و شرپاهای آگاه نیاز دارید، ساختن ثروت نیز به تیمی ماهر نیاز دارد. بدون آنها بالا رفتن از نردبان اقتصادی بسیار دشوار است. موفقیت یا شکست شما را تا حد زیادی افرادی که وقت خود را با آنها می‌گذرانید تعیین می‌کنند. همانطور که دکتر دیوید مکلند، روانشناس اجتماعی هاروارد خاطر نشان می‌کند، 95% موفقیت یا شکست شما در زندگی توسط افرادی تعیین می‌شود که معمولاً با آنها ارتباط برقرار می‌کنید. 95%. حتی اگر خیلی کم کار می‌کردید، اگر با افراد ثروتمند معاشرت می‌کردید، احتمالاً از طریق پدیده اسموز ثروتمندتر می‌شدید. بنابراین اگر می‌خواهید شانس خود را برای ثروتمند شدن افزایش دهید، دوستان خود را با دقت انتخاب کنید. عضویت در یک شبکه موفق به این معنی است که به اطلاعاتی دسترسی خواهید داشت که نمی‌توانید از طریق جستجوی گوگل به آنها دست پیدا کنید. اینجاست که بهترین نکات سرمایه‌گذاری، دقیق‌ترین دانش تجاری و مفیدترین فلسفه‌های شخصی به اشتراک گذاشته می‌شود. این بدان معنا نیست که باید دوستان قدیمی خود را رها کنید، زیرا آنها از نردبان شغلی بالا نمی‌روند. همچنان می‌توانید با دوست قدیمی که شبها دیر وقت زنگ می‌زند تا از زندگی عاشقانه‌اش شکایت کند دوست باشید، اما از سوی دیگر باید به دنبال افرادی باشید که در مسیری مشابه شما هستند. این به شما کمک می‌کند کمتر احساس تنهایی کنید و به شما امکان می‌دهند سریعتر جلو بروید. یک نکته دیگر، شما به مردان سفید پوست قدرتمند در حلقه خود نیاز ندارید. در واقع در بیشتر مواقع مردان سفید پوست فقط درها را به روی سایر مردان سفید پوست باز می‌کنند. بهترین مثال در مورد سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. جایی که تنها 8% از ویسی‌ها شامل سرمایه‌گذاران خطرپذیر زن، 2% لاتین و کمتر از 1% سیاه پوست هستند و این سرمایه‌گذاران سفید پوست مرد بیشتر روی چه کسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ درست حدس زدید. دیگر مردان سفید پوست. شما به آنها نیاز ندارید. در عوض به شبکه‌ای از زنان بپیوندید یا شبکه‌ای بسازید که زنان در آن علایق و اهداف مشترکی دارند. اینها افرادی هستند که به شما اجازه می‌دهند اسرار تجاری را در اختیار داشته باشید. مشتریان و فرصت‌ها را به شما منتقل می‌کنند و به طور کلی از شما حمایت می‌کنند. میکروی شماره 7. به عنوان یک زن احتمالاً برای زمان و کار خود هزینه کمتری دریافت می‌کنید. آیا تا به حال صدای کوچک و منفی در ذهن خود شنیده اید؟ شاید چیزی شبیه این که بگوید شما برای این کار به اندازه کافی باهوش نیستید، یا شما به اندازه کافی برای آن مصمم نیستید، و یا شما کوچکترین و ضعیفترین ایده‌ای ندارید که آن را انجام دهید. به آن صدای کوچک سندروم نشانگان خودویرانگری یا فریبنده میگویند و متاسفانه بسیاری از زنان حرفه‌ای را آزار می‌دهد. یکی از پیامدهای آن این است که زنان اغلب به طور جدی برای زمان و کار خود هزینه کمتری دریافت می‌کنند.
اگر خودتان را باور ندارید، احتمالاً هنگام ارسال فاکتور یا درخواست افزایش حقوق خود را کم می‌فروشید. این چیزی است که شما باید تغییر دهید. هنگامی که نویسنده به عنوان وکیل شروع به کار کرد، خدمات بازاریابی و برندینگ یا علامت تجاری را ارائه می‌داد که شامل تحقیقات زیاد، تهیه پیشنویس قرارداد، تماس‌های تلفنی و ایمیل‌ها بین طرف‌های مختلف بود. با همه اینها او گاهی اوقات هزینه کمی در حدود $500 می‌گرفت. یکی از دوستان او که وکیل مرد بلند پروازی بود، دقیقاً برای همان خدمات $15,000 دریافت می‌کند. $15,000. چرا چنین اختلاف فاحشی وجود دارد؟ زیرا نویسنده یک زن است و شک داشت که آیا کسی به اندازه ارزش واقعیش به او دستمزد پرداخت خواهد کرد یا نه. پس از اینکه یکی از دوستان به این موضوع اشاره کرد، او قیمت خود را تغییر داد و شروع به دریافت هزینه‌های بسیار بالاتری برای تخصص خود کرد و حدس بزنید چه شد. بدون اینکه کسی تعجب یا اعتراضی کند، مشتریان هزینه‌های جدید را پذیرفتند. تنها شک و تردید خودش بود که او را عقب نگه داشته بود. ارزش واقعی خود را دقیقاً چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ابتدا به ارزشی که کار شما برای مشتریان یا کارفرمایتان به دست می‌آورد نگاه کنید. برای انجام این کار باید نتیجه کامل کار خود را کمی کنید. بیایید با مثالی به این نکته بپردازیم. تصور کنید که برای نوشتن 10 خبرنامه برای یک شرکت استخدام شده اید و هزینه معادل $1,000 را بیان و طلب می کنید. با این حال خبرنامه‌های شما $300,000 را برای کسب و کار مشتری شما به ارمغان می آورد. آن $1,000 ناگهان بسیار کم به نظر می رسد. در واقع شما باید 10% از کل نتیجه کار خود را دریافت کنید. بنابراین $1,000 در واقع باید $30,000 باشد. این یک قیمت منصفانه برای تمام تخصص و ارزشی است که برای مشتری خود به ارمغان می آورید. این کار برای کارمندان نیز قابل تعمیم و صادق است. هنگامی که درخواست افزایش حقوق می کنید، به ارزشی که برای کارفرمای خود می آورید اشاره کنید. حتی اگر نمی توانید در مورد 10% از کل نتیجه کار خود مذاکره کنید، برای دستمزد بالاتر فشار بیاورید و اگر رد شود، به دنبال شغل دیگری باشید که دستمزد قابل توجه و بالاتری داشته باشید. هر کاری انجام می دهید، کوتاه نیایید. میکروی شماره 8. وقتی زنان درآمد بیشتری داشته باشند، دنیا را به مکانی بهتر تبدیل می کنند. زمانی که به موفقیت مالی دست یافتید، به گونه‌ای شکوفا خواهید شد که ممکن است نتوانید پیش بینی‌اش را کنید. شما از آن منبع گرانبها یعنی زمان مقدار بیشتری خواهید داشت. بنابراین می توانید زمان بیشتری را با افرادی که دوستشان دارید بگذرانید و کارهایی را که دوست دارید انجام دهید. شما می توانید صاحب خانه‌ای شوید که برای آن تلاش کرده اید. از عهده مراقبت‌های بهداشتی مناسب برآیید و از امنیت خانواده‌تان مطمئن شوید. اما این همه چیز نیست. وقتی زنان ثروتمند می‌شوند، به نفع کل جهان است. پول درآوردن زنان می‌تواند به جوامعی که عضوی از آن هستند کمک کند. تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD نشان می‌دهد که مشارکت اقتصادی زنان و مالکیت آنها بر دارایی‌های مالی در واقع به توسعه سرعت می‌بخشد. به غلبه بر فقر کمک می‌کند. نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد و تغذیه، سلامت و حتی حضور در مدرسه کودکان را بهبود می‌بخشد. به عبارت دیگر، جوامع مزایای متعددی از ثروت تحت کنترل زنان کسب خواهند کرد. به سادگی با انجام کارهایی که بسیاری از مردان به طور معمول انجام می‌دهند، مانند سرمایه‌گذاری، زنان همه چیز را برای بهتر شدن تغییر می‌دهند.
طبق گزارش OECD، زنان شاغل 90% از درآمد خود را در خانواده و جوامع خود سرمایه گذاری می کنند، در حالی که این رقم برای مردان 35% است. وقتی زنان پول جدی و قابل توجه و ثروت فراوان داشته باشند، تغییرات مثبت بیشتری را به ارمغان می‌آورند. بیایید بپذیریم و بگوییم که شما دلایل زیادی دارید که عمیقاً به آنها اهمیت می‌دهید. مثلا نابرابری نژادی، تغییرات آب و هوایی یا بیخانمانی. شما می توانید اعتراضی ترتیب دهید یا به راهپیمایی بروید که به افزایش آگاهی کمک می کند و قانونگذاران را وادار می کند که متوجه شما شوند. این یک راه کاملا عملی یا پیگیری هدف شماست. اما اگر واقعا می خواهید به چیزهایی که به آنها اهمیت می دهید قدرت ببخشید، پول می تواند به هر کمپین یا پروژه‌ای کمک کند. مانند بیانسه می توانید کل شهرهای ویران شده توسط طوفان‌ها را نجات دهید، به قربانیان خشونت پلیس کمک کنید یا برای یک مرکز بازپروری مواد مخدر هزینه کنید. بنابراین ثروتمند شدن می تواند برای شما و برای جهان خوب باشد. اما فکر نکنید که اگر موفق شوید نیاز است همه چیز را کنار بگذارید. حقیقت این است که احتمالاً در حال حاضر به اندازه کافی کار انجام می دهید. در مقایسه با مردان، زنان بیشتر به امور خیریه می پردازند. ساعات بیشتری را در محل کار می گذرانند. کارهای خانه را بیشتر انجام می دهند و زمان بیشتری را برای مراقبت از کودکان صرف می کنند. همه اینها در حالی است که زمان کمتری را برای استراحت، معاشرت و خواب صرف می کنند. در کل زنان به مراتب بیشتر از مردان از خود گذشتگی می کنند. پس فقط به یاد داشته باشید که وقتی به استقلال مالی رسیدید، پاهایتان را روی هم بگذارید، لم بدهید و استراحت کنید. شما آن را به دست آورده اید. میکروی شماره 9. سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب این است که زنان اغلب برای خود داستان‌هایی تعریف می‌کنند که مانع از ثروتمند شدن آنها می‌شود. این داستان‌ها تهمانده و پسماند روانی هزاران سال ناتوانی و مردسالاری هستند. بنابراین بسیاری از زنان در مورد پول و مسائل مالی دچار سندرم ایمپاستر یا نشانگان خودویرانگری هستند و اغلب برای خدمات خود هزینه کمتری دریافت می‌کنند. مانع دیگر این انتظار است که زنان اکثر کارهای خانه و فرزند پروری را انجام دهند و در عین حال دیگران را در محل کار مورد حمایت عاطفی قرار دهند. برای محافظت از زمان و رفاه خود باید مرزهایتان را مشخص کنید. هنگامی که موفق شدید، نه تنها خود بلکه جهان اطرافتان را نیز غنی و پربار خواهید کرد. یک پیشنهاد کاربردی. برای دستیابی به چیزهایی که دوست دارید، کوتاهی نکنید. گوش دادن به توصیه‌های مالی را که میگویند باید از لذت نوشیدن قهوه لاته کاراملی روزانه یا خرید لباسهای خوب خودداری کنید، بی‌توجهی کنید. این یک طرز فکر و بینش کمبود و فقدان است که فقط شما را به محرومیت عادت می‌دهد. در عوض به خرید آن چیزها ادامه دهید و در عین حال راه‌هایی را برای به حداکثر رساندن درآمد خود پیدا کنید.